2 شب و 2 روز در راه بودند. اول با ماشین رفتند، بعد به پایه سوار شدند. بعد نصف روزی به استالین آباد رسیدند. بگذل راه آهن سر آدم سرغلاغله بود. فیغان مادران، زنان و دختران، نوروسان به فلک. پرسیده به زواد نان نزدیک شدند، لیکن دروازه زواد از درون بسته. زیر درخت توت کوچ و پلترشان را پرتافتند، در تردد خواب شدند. سحرگاهان رستم بیدار شده شنید که مادرش با کسی صحبت دارد. همین خلقه یک آدمی به 2 پول نمی ارزیدگی روزی ما را سیاه کرد. خانه درمان را پرتافته آمدیم. خیز بچم، خیز. رستم جون سلام. غیر زواد نون در دیگر جا کار کردن نمیخواهید؟ دهنمان به نان سیری رسده که جان، بعد یک سرپناه دهند. رستم و مادرش بار و بندشان را برداشتند و همراه مرد از در زواد در آمدند. مرد عینکی سرسفید را در آنجا همه می شناختند. دربانها، کارگران، راهبران زواد دست پیش بر به وی سلام می دادند. مرد عینکی با یک مرد بطن و توش خیلی صحبت کرد. انا همین ها رو به کار گیرید، خانه یابید. من هم از حالشون با خبر شده می استم. بعد مرد عینکی از پپکه‌اش کاغذ و قلم برآورده از مادر رستم نام و جای کلته منصور را پرسید و نوشته گرفت. این فلکسافت ها از روزی سختی مردم فایده میبرند. از جنگ خرسند، بزم و بازی می آرایند. خیر، دویدن گوساله تا کهدان. همان روز رستم و مادرش به کار قبول شدند. با آنها یک خانچه هم دادند. دیدی بچم، دیدی گفتم که هیچ کس در راه نمانده است. جا میابیم، نان میابیم. این آدم را خدا به ما رساند. الهی برکه یابد. آن مرد نیکخواه که محرری یک گزیته کلان تاجیکستان بوده است، پیش رستم و مادرش وعده داد که به گلاب می رود، کلته منصور را می یابد. البته می یابد. کجا بودی رستم جون؟ دیر کردی، خواطر شدم بسرم. بیگاری گزیتا جغ زده بودم بچه. آنا خانه چی را خانم رستم جون؟ کلته منصور را نوشتن. راست؟ سود بشود. وای سلیمی دراز هم باب شده است. چی خوبه. خدایا به روزی بد زنند. این کار همان کلان گزیت بوده است. آوچه خودی عالمی نوشتند. خودشان مرا جغ زدند. خدایا برکه یابد این آدم. خاک گیرد زر گردد. گلاب رفته بوده است. قریب 10 روز گشته است. نخواد. بله. گلاب رفته است. بله چه؟ حولی ما را دیده باشد. نپرسیدی پسرم؟ نه چه نپرسیدم. حیف خانه و دری آبادمان. عالمی گفتن که کلته منصور سود نشود. نخواد. بسیار گناه های دیگر هم داشته است. خدایا به بلا زند. خاک زمین شود، خانهش سوزد. در قشلاق همه ما را از عالمی پرسیدند داشت. نخواد. بابای نصرت الله بسیار تحقاری کردند. آنها در کجا باشند گفته است. به قشلاق برگردیم چی باشه؟ عالمی یاردن میرسانند، ماشین میدهند. خودشون گفتن. تو رفتنی؟ چه؟ رویم میگویی؟ میرویم. دلکت گم میزند ده. گلاب را یاد کردی؟ چه؟ بچم، گلاب را اکنون من و تو در خوابمان میبینیم. نصیبه من از آنجا کنده شد. چه؟ کلته گم و نابود میشود که. ببینیم چی؟ بچم، من دیگر قشلاق رفته نمیتوانم. من گلاب را از خاطر میبرارم پسرم.
من مسافر خاک می شوم. بچم گفتم که آب گلاب را وی برایم حرام کرد. به کدام یک کس می فهمونم، کدام یک دهان را می بندم. نام آلوده گشته از بدنام شدن مرد آدم بهتر پسرم. سالها پی سال می رفتند. رستم خاندار شد، حولی خریدند، باغ و میدان کردند. گلاب آهسته آهسته از یاد می رفت. رستم و مادرش شهری شدند. لیکن سیمای پروانه از دل و دیده رستم نمی رفت. زخم قمچینی کلته و سلیم دراز شفا یافت. دیگر چشمش سیاهی نمی زد، سرش چرخ نمی گشت. اما درد فراق پروانه در دلش شفا نمی یافت. صاحب فرزند شده است، دختری بشو دارد، فرزندانش پی زنگیری، ولی او پدری عاشق پروانه. گلاب را خوب دیدم. شما رو میبرم آچه. مردم را نه آچه، شما حالا بردم خیش تبارها را میبینید، گلابمان را هم. خیال میکنی که از خاطرشان رفته است. چه؟ نه پسرم، سگهای خواب را بیدار نکنیم. بهتر باز دو پشت دایره میزنند. گپم از نو در قشلاق گردان می شود. هیچ جا هیچ گپ نشده آچه. خوب از قشلاق عروض کردید. دستی همون کلته میمون به تنتان رسیده بود یا نرسیده بود؟ بچم پدر نخند. و تو در روز اول خاندار شوید گفته بودم که زنهار دهانت را نکشا. راضی نیستم که مردم را هم به گلاب بری. آچه بعد سر من خودت می روی نه می روی. اختیارت پسرم. لیکن گلاب را مادرش دوست می داشته است. دمی مرگ به زبان حال آمد. زن رستم زرنگار، فرزندانش بالای سری کمپیر جمع شدند. دعا دهید آچه. هر گناهی کردیم بدون یکی از ما گذشت. ببخشید. در خانه ها به پشت گشوده. در حولی هم کرته ها سر میخ. جامعه دادای رستم جان هم. کلید در قلف صندوق ها همه را ماندیم و برآمدیم. این دختر بقد پروانه جنگش نکنید. جنگش نکنید. وی برای من از چشمه تبی صدا آب آورد. بیا دخترم، بیا پروانه جان. پروانه کیست؟ دمیست. گلاب من، گلاب من. پدر و مادرم گلابی، بابای بابا کلان هایم هم. دستم را گیر، دستم را گیر. رستم آچه مرا از آب گذران. انا همین خیل، انا همین خیل.
رستم بعدی به نفقه برآمدنش خیال خانه نشینی نداشت، لیکن همان هفته اولی به خانه نو کوچیدنشان تنها ماند. زرنگار را به خانه دختری خردیش بردند. کودک میده نرگس بیمار، نگاه و بینی بیبی لازم. حولی را که با مادرش خریده بودند ویران کردند. به جای خانه آنها و همسایه هایشان بناهای 4-5 قبته سر برداشت. رستم تنها ماند و خاطره های گذشتهش تازه شدند. گلاب و پروانه از نظرش لحظه دور نمی شد. زنک، من به تو یک گپ دارم. خیر. قشلاق روم میگویم. گلاب؟ ها زنک، به گلاب. چی گفته به گلاب میروید داداش؟ یا شوخی میکنید؟ زنک، آدم به قشلاقش به جای خون نافش ریختگی چی گفته میرود؟ همین خیل خاکدانم گفته میروم. نه مردک، این فکر به سر شما خود به خود نآمده است. یگان کس به شما گوش درآیک شده است، علاو مانده است. این روزگاری آسوده ما را دیدن نمیتوانستگی آدم بوده است. ها مردک، دمتان به درون زد؟ نمیگویید وی آدمی که به شما راه داده است و توشنی کیست؟ حقارت نکن زنک، دهانت را غون دار. مردک، گپ را کوتاه کنید. بیراه کردن شما را. بیراهه. کدام آدم دنیا مرا با همین موی سفیدم بیراه کرده میتواند؟ مادرتان کجایی بود؟ گلابی. پدرم هم گلابی، ذات بذات هم گلابی. چی به کمپیر یگان روز دهان نکشادند که گلاب میروند؟ چرا وقتی مرگشان رازگی ندادند که مردهشان را به گلاب برید؟ نه گفتند کمپیر، با عقل بودند. هر جایی که روز خوش گذرد وطن همان جا می گفتند. دوشنبه هم برای شما وطن آبرو هست. شکر بچه ها به سر خود تینج. روزمان خوب می گذرد. باز چی می خواهید؟ فکر کنید مردک. دوشنبه را هم خاکدان خوانید. مرده زنده امان را به هم بینید. به من نصیحت نخوان زنک، همه‌اش را خودم میدانم. من میروم زنک. میخواهم در پیری از آب گلاب نوشیده سیر شده از عالم گذرم. نخود میروید. راست میگویید. به فرزندانتان گپ نزده، خیر نگفته. نه. بابای رستم حالا کوتل گلاب را بالا شده از بلندی به دهه‌اش نظاره داشت. بابای رستم، خطا نکردی. همان شب پرتهلکه با مادرت در سر همین کوتل ایستاده بار آخر به دهان نظر میکردی. مادرت دستی دعا کشاده گفته بود راه رفتنم شود و آمدنم نه. امروز تو برگشتی. جوانی من، گپ زن، علمم را تازه کن. من برگشتم. آیا در گلاب مرا کسی میشناسد؟ من لحظه کسی را فراموش نکردم. چون خاطره هایت زندند دو دیله نشو. با پیش قدم آن. مرکب از آلوچزار از دره عروسان بیرون آمد. بارش هیزم، یک نیمی درزه های هیزم به زمین رسیده به سنگ و بوته ها در می ماندند. از پس مرکب پیرمردی پیدا شد. پیرمردی قامت بلند، به تن و توش. السلام علیکم. و علیکم السلام. یک چیز پرسم برادر. مرحبا. نمیگوید که خانه پسر عمک نصرت الله در کجا؟ بچهش صدرالدین نام داشت. شما خودتان از کجا میشید؟ من؟ شما؟ من از همین گلاب. عجب نی از گلاب باشید،
لیکن ما شما را نمیشناسیم که. نمیگید نام شما چی؟ من همون صدرالدین میپرسیدگیتم، پسر رحمتی نصرت الله. من رستم. رستم؟ کدام رستم؟ پسر عبدالسلام. پدرم در جنگ مرده بودند. بعد از قشلاق رفتیم. مادرم نخود تو رستمی؟ نه، باور نمی کنم. آخر هیچ کس دیگر شمایان را ندیده است. نخود که تو رستم. صدرالدین، من رستم. تو را گفته به گلاب آمدم. پروانه گفته. پروانه هم در یادت مانده است. شناختم. تو رستمی، بچه عمکی عبدالسلام رستم جان. بابای رستم و مویسفید صدرالدین گویا به دیدگانشان باور نداشتند که همدیگر را دیدند. به سری سنگ ها، برخوردن آب شرشره ها، خوانش بلبلان و آسی گاو و گوساله، بزغاله و برچه ها که از پاده می آمدند به گوش پیرمردان نمی رسید. تو مرا سراغ کرده آمدی. تو کجا بودی؟ مادرت؟ صدرالدین، تو را گفته آمدم. خیریت که یافتم. خیریت. اگر تو را نمی یافتم چیکار میکردم؟ دیگر در قشلاق مرا کی میشناسد؟ حالا هم باور نمی کنم که این تویی. گلاب دیگر شده است صدرالدین. با آن سالها مانند کنی گلاب آن سالها همه دیگر شد. شهر برین، مکتب، قلوب، قصر کینا. گلاب خوب آباد شده است، لیکن مرا هیچ کس نشناخت. سلام دادم میگذرند و میگذرند. هم قشلاقی نمیگویند. من بیگانه. نمیگویند که این مردک همین جایی گلاب وطن است. رفتیم رستم، رفتیم. تو را در میان راه به گپ گرفتم. خوشم کرده است. راه کرد خوشم. کمتر گردیم، قشلاق را سیر کنیم. پگاه رستم. به فرصت همه جا را به تو تماشا میدیم. خانه به خانه میگردانم. میگویم که رستم آمد. رستم انا. پیرمرد صدرالدین پیش بابای رستم اهل گذر را، دهه را خبر کرد. با رستم پیر شدی ها؟ وقتی از قشلاق رفتن بچه بودی. کجا برآمده رفتید؟ مادرت کنی؟ نابود شدند. کی؟ رحمتی زنکی بناموس بود. اندک یک روی هم داشت. از بینی بالا گپ زنی دماغش می سخت. نباشد آن قدر گپی نشده بود که عراض کرده برآمده رود. هرچی بود یادش بخیر. غلط گفته است زنش. همه گلابی ها او را شناختند. آخر گوشت و ناخونند با هم. جورهش صدرالدین را یافت. زنی رحمتی فردوسی آمد. قدمگاه پروانه اش است گلاب. نظر کن بابای رستم. هر سنگ، هر بوته، هر گیاه، هر جوی آب تو را عزیز است. آره جوانی من. صدقات شوم گپ زن. حالا پروانه با پر و بال سفید فرود می آید. روبرویت می نشیند و می گوید
خوش آمدی. راست میگویی جوانی من. خوب کردم که آمدم به گلابم، به قدمگاهی پروانم. خوب کرده، مرا هم زنده داشته. انسان با خاطره و وطنش زنده است.